الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان معزز و مکرم، بینندگان ارجمند شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 112 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته در مورد احکام باب لباس خدمت شما بودم و در قسمت گذشته در مورد اینکه مناسبت ذکر باب لباس در ابواب نماز چی هست و همچنین در مورد اینکه لباس به خاطر چی هست، هدف از لباس چی هست و در مورد اینکه دین اسلام ما را امر به حسن منظر، با پوشیدن لباس خوب، با ظاهر شدن به لباس پاک و با لباس نظیف امر کرده و از پوشیدن لباس کثیف و لباسی که منظر انسان را خوب جلوه نمیدهد منع کرده و همچنین در مورد لباس ابریشمی که از جمله لباس های محرم است برای مردها، اینها را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما تقدیم کردم و گفتم که به اتفاق علما پوشیدن لباس ابریشمی برای مردهای مسلمان و همچنین استخدام ابریشم به شکل پتو یا به شکل فرش برای مردهای مسلمان محرم و ناجایز است، به شرطی که ابریشم خالص بوده باشد و مخلوط نبوده باشد و اما استخدام مخلوط از او و همچنین استخدام از او برای خانم ها این جایز است که او احادیث از او را در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد و همچنین در مورد اینکه آیا هدیه دادن ابریشم، لباس ابریشمی یا فرش ابریشمی یا پارچه ابریشمی جواز دارد یا ندارد و انواع لباس های دیگر و آداب لباس را و آدابی که در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله در پوشیدن لباس بیان شده در این قسمتی از برنامه در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما بیان خواهم کرد. و گفتم که لباس ابریشم اگر خالص بوده باشد به اتفاق علما محرم و ناجایز است، اما اگر لباس ابریشمی مخلوط بوده باشد به شکلی که لباس اصلش پشمی بوده باشد لیکن در او مقداری از ابریشم گرد شده باشد، این مقدار جواز دارد. لیکن این مقدار به چه اندازه باشد جواز دارد، این اندازه در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ثابت شده است. از جمله حدیث متفق علیه است از حضرت عمر رضی الله عنه که ایشان فرمودند، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمودند: نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پوشیدن لباس های ابریشمی ما مسلمان ها را منع کردند مگر اینکه اگر ابریشم در لباس مخلوط شده باشد و مقداری از او از 2 پنجه یا 3 پنجه یا 4 پنجه بیشتر نبوده باشد. به اندازه 2 پنجه یا 3 پنجه یا 4 پنجه بوده باشد اشکالی ندارد و این دلالت میکرد به اینکه اگر مقدار مخلوطی از 4 پنجه باید بیشتر نبوده باشد که این مقدار 4 پنجه چه مخلوط بوده باشد در لباس یا اینکه لباس خودش از پشم بوده باشد و یک مقدار 2 پنجه یا 3 پنجه یا 4 پنجه از موضع این لباس ابریشمی بوده باشد، در صورت اشکالی ندارد. و در روایت دیگری آمده: ان الحریر لا يصلح الا هكذا او هكذا. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اینجا به شکل اشاره فرمودند که استخدام لباس ابریشمی جواز ندارد مگر به اندازه این چنین و این چنین. به پنجه مبارک خود اشاره کردند که 2 پنجه بوده باشد و یا 4 پنجه بوده باشد، حد اکثر اشکالی ندارد. و همچنین در روایت دیگری در سنن نسائی آمده که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمودند: لم يرخص في الدباج الا موضع 4 اصابع. در پوشیدن لباس های ابریشمی برای ما اجازه داده نشده مگر که به اندازه 4 پنجه بوده باشد. پس به اتفاق علما بنابراین احادیث حد اکثری که
در لباس ابریشمی پوشیدن آن جواز دارد مقدار 4 پنجه است و این مقدار 4 پنجه چه مخلوط بوده باشد در لباس پشمی و یا اینکه لباس خودش لباس پشمی بوده باشد و در او به مقدار 4 پنجه در یک جایش اضافه شده باشد جواز دارد. از او بیشتر شد جواز ندارد و در باب تحریم داخل می شود. و همچنین از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و این چه ثابت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و عبایی داشتند که در او لایه های جیب هایشان و یقهشان و همچنین لایه دستشان از ابریشم بوده و این را رسول اکرم صلی الله علیه و استخدام میکردن. حدیثی که امام مسلم و امام ابو داود از اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها روایت میکند که ایشان انها اخرجت جبة رسول الله صلی الله علیه و سلم مکفوفة الجیب والکمین والفرجین بالدباج که حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها جبه رسول اکرم صلی الله علیه و را برای مردم نشان دادند. جبه بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آن را می پوشید، آن را برای مردم نشان دادند که او لایه های جیبش و همچنین لایه های یقهش و لایه های دستهایش از ابریشم بود و رسول اکرم صلی الله علیه و این جبه را در روزهای عید و در وقتی که وفود را استقبال میکردند میپوشیدند. و در روایت دیگری آمده که ان هذه الجبه كانت عند عائشه حتى قبضت فقبضتها. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمودند که این جبه بعد از وفات رسول اکرم، این عبا بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و در نزد حضرت عایشه ام المؤمنین عایشه صدیقه بود و بعد از اینکه حضرت عایشه صدیقه وفات کردند حضرت اسماء فرمودند که این را من نزد خود گرفتم و نزد من است. و این حدیث در ابتدایش میگه که بعضی ها از پوشیدن از استخدام ابریشم کم هم منع کردند، لذا حضرت اسماء به خاطر که دلیل آورده باشد به اینکه استخدام ابریشم کم اشکالی ندارد این عبا را برای مردم نشان دادن و نشان دادن که لایه های یقه این عبا و لایه های آستین های دستشان و لایه های جیبشان ابریشمی بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و این را استخدام میکردن به خاطر که حجت و دلیل بوده باشد برای کسایی که از پوشیدن ابریشم کم هم خودداری میکردن یا منع میکردن. و در ادامه این روایت حضرت اسماء فرمودند و کان نبی صلی الله علیه و یلبسها فنحن نغسلها للمرضى یستشفى بها که رسول اکرم صلی الله علیه و همیشه این عبا را میپوشیدند و این عبا فعلا نزد ما هست و ما به خاطر تبرک به خاطر استشفاء این را برای مریضای خود غسل میدهیم، این را میشویم و در آبی از او مریضهای خود را غسل میدهیم تا که تبرک بوده باشد، چون هر چیزی که به جسم رسول اکرم صلی الله علیه و رسیده ملامست کرده تبرک به او جواز داره و این عبایی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و او را میپوشید. ما حضرت اسماء میگه که ما به خاطر تبرک از او وقتی که از ما کسی مریض میشود این عبا را میشوریم و با آبی از او را غسل میدهیم تا که تبرکی برای از او بوده باشد. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه در ادب مفرد روایت میکند که حضرت اسماء رضی الله عنها فرمودند و کان یلبسها للوفد والجمعه. رسول اکرم صلی الله علیه و این عبا را هنگام میپوشیدند که وفدی از وفود را استقبال میکردند یا اینکه روز جمعه به خاطر خطبه جمعه به مسجد تشریف میبردند این عبا را میپوشیدند و در سر منبر بالا میشدند و به مردم خطبه ایراد میکردند. و این روایت هم دلالت به این میکند که استخدام کمی ابریشم اشکال ندارد و این لایه ها که در دهن آستین بوده یا در یقه بوده یا در دهن جیب بوده این اندازهش از 4 انگشت بیشتر نبوده، لذا استخدام از رسول اکرم صلی الله علیه و را استخدام میکردن و استخدام این اندازه ابریشم اشکالی ندارد. یا اگر به این اندازه ابریشم که در کالای پشمی مخلوط شده باشد یا در فرش های پشمی مخلوط شده باشد اشکالی ندارد. و همچنین روایت دلالت به این میکنه که اگر لباسی از لباس رسول اکرم صلی الله علیه و که ثابت شده که این لباس رسول اکرم صلی الله علیه و بوده و به جسم مبارک ایشان وصلت کرده تبرک جستن به او اشکالی ندارد و جواز دارد. و همچنین دلالت به این میکند که انسان در روز جمعه و در استقبال وفدهای خارجی باید از تزیین و از حسن منظر کار بگیرد و بهترین لباسی دارد او را بپوشد. و در مورد
پوشیدن لباس ابریشمی برای عذر، که اگر شخص معذور بوده باشد، مریضی داشته باشد، مریضی خارش یا کدام که جسمش با پوشیدن دیگر لباس ها خارش میکرده باشد و لباس ابریشمی این کیفیت را دارد که جسم وقتی که پوشیده شود جسم خارش نمیکند یا جسم حساسیت نمیکند. اگر شخص این مریضی را داشته باشد که دیگر لباس ها را بپوشد جسمش حساسیت میکند و در اثر حساسیت خارش پیدا میکند. در اون صورت علما بنا به حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است برای این شخص پوشیدن لباس ابریشمی را جواز دادن، چون این یک نوع تداوی است برای او یا یک نوع دواست برای مرض از او. حدیثی که امام متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم را از حضرت انس بن مالک روایت میکند که حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمودند ان النبي صلی الله علیه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکة کان بهما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دو شخص، یکی به عبدالرحمن بن عوف و یکی به زبیر بن العوام، در پوشیدن پیراهن ابریشمی اجازه دادند و این دو شخص در سفری بودند و برایشان مرض خارشی پیدا شد که جسمشان میخارید و در اثر پیدا شدن این مرض رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان اجازه دادند که لباس ابریشمی بپوشند، چون لباس ابریشمی این کیفیت را دارد که جسم انسان را خارش نمیگیرد و از حساسیت منع میکند. و در روایت دیگری آمده که انهما شکوا الی النبی صلی الله علیه و سلم القمل فرخص لهما فی قمیص الحریر فی غزوة لهما، که این هر دو در یک غزوه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده شکایت کردند که با آنها را شپش در جسمشان شپش پیدا شده و در اثر پیدا شدن شپش خارشی در جسمشان پیدا شده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان اجازه داد که لباس حریری را بپوشند. و ابن حجر رحمت الله علیه میگه که جمع در بین این دو روایت این است که در جنگ بودن اینها، در غزوه بودن و جسمشان شپش پیدا شده بود، در اثر شپش حکا یا مرض حکا یا مرض خارش پیدا شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر تداوی این مرض برای اینها اجازه دادن که لباس حریری بپوشند. لذا جمهور علما رأیشان این است که اگر کسی این چنین مرض برش پیدا شود که مرض خارش بوده باشد، مرض حساسیت بوده باشد یا مرض دیگری که با پوشیدن لباس ابریشمی او جور میشده باشد، برای از او جواز دارد. اما بعضی از علما رأیشان این است که این مختص به همین وقت بوده و به همین دو شخص بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگر احادیثش منعش عام است، لذا جواز ندارد ولو که چنین عذری هم موجود بوده باشد. لیکن رأی جمهور علما است که اگر چنین عذری موجود باشد جواز دارد. و اما در مورد اینکه پوشیدن لباس حریری یا هدیه کردن لباس حریری، اگر شخصی به شخص دیگری، مردی به مرد دیگری لباس ابریشمی را هدیه میبخشد، یا اینکه مثلا پوشیدن زیورات طلایی برای مردها ناجایز است، لیکن مردی به مرد دیگری زیور طلایی هدیه میبخشد، آیا هدیه جواز دارد یا ندارد؟ به اتفاق علما این چنین هدیه جواز دارد. اگر شخصی مردی به مرد دیگری لباس ابریشمی را هدیه میبخشد این جواز دارد، هدیه بخشیدنش اشکال ندارد، چون میتواند که این شخص این را بر خانمی خود بدهد، بر خواهر خود بدهد یا این را بفروشد، از پیسه از این استفاده کند. همچنانه که هدیه کردن زیورات طلایی اشکالی ندارد، که چون مرد وقتی که او را هدیه را قبول میکند میتواند که را به خانمی خود بدهد، به خواهر خود بدهد یا به یک خانمی هم از بستگان خود بدهد، یا اینکه او را بفروشد از پیسه از او استفاده کند. و این ترخیص یا اجازه دادن در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما این حدیث را بیان خواهم کرد. با ما باشید. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پار ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دسته پرنده می آیند
و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما محترمین هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که پوشیدن یا استخدام لباسی ابریشمی برای مردها محرم و ناجایز است، اما هدیه دادن از او اشکالی ندارد و این امر در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث متفق علیه است از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که ایشان فرمودند کسانی نبی صلی الله علیه و سلم حلة سیراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بین نسائي. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما یک لباسی که از ابریشمی خالص بود دادند. برای ما لباسی که از ابریشمی خالص جور شده بود تقدیم کردند. حله لباسی را گفته می شود که هم پیراهن و هم ازار بوده باشد، دو قسمتی بالا و پایان بوده باشد، پیراهن ازار یا ریدا و ازار بوده باشد. این چنین لباسی که از ابریشمی خالص بود، سیرا ابریشمی خالص، این را برای ما تقدیم کردند. حضرت علی میگه که فخرجت فیها، ما وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما این را دادن ما فکر کردم که برای ما اجازه دادن که این لباس ابریشمی را ما بپوشم. میگه من این لباس را بر تن خود کردم و بیرون شدم. میگه وقتی که مرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این لباس دیدم که غضب شده و غضب در روی مبارکشان هویدا و نمایان است. فرأیت الغضب فی وجه من، در چهره مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غضب را مشاهده کردم. دیدم که از پوشیدن من این لباسی ابریشمی را ناراض شدن و غضب و نارضایتی در چهره مبارکشان هویدا و آشکار است. حضرت علی فرمودند که فشققتها بین النساء، وقتی که من چنین دیدم فهمیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را به خاطر پوشیدن برای ما هدیه نکرده بودند. میگه پس من از تن خود کشیدم و پاره پاره کردم، در بین خانم هایی که در خانه ما بود بین از اونها تقسیم کردم. و در روایت دیگری در امام مسلم آمده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت علی را دیدن که این لباس را بر تن کرده برایشان فرمودند که اینی لم ابعثها لك لتلبسها، ما به خاطر از این برای تو تقدیم نکردم، برای تو روان نکردم که این را بپوشی. انما بعثته الیک لتشققها خمرا بین نسائک، ما به خاطر از این برای تو دادم، برای تو تقدیم کردم که تو را پارچه پارچه کنی، پاره پاره کنی و در بین خانم هایی که در خانه تو هست او را بین از اونها تقسیم کنی تا که او را به شکل چادری سر در سر خود استخدام کنند، تا که یعنی پارچه پارچه کنی و به شکل چادری سر برای خانم هایی که در خانه تو هست برای اونها تقسیم کنی. حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که لذا شققتها خمرا بین الفواطم، ما این لباسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لباس ابریشمی که برای من تقدیم کرده بود این را پارچه پارچه کردم و به شکل چادری سر در بین فواطمی که در خانه ما بود، کسایی که در خانه ما به نام فاطمه بود، در بین از اونها تقسیم کردم که او فاطمه بنت محمد بود که خانم ایشان بود، فاطمه زهرا رضی الله عنها، و همچنین فاطمه بنت اسد که مادر ایشان بود، و همچنین فاطمه بنت حمزه که دختری حضرت حمزه رضی الله عنها، و همچنین فاطمه دیگری بود در خانه ایشان که خانم جعفر بن ابی طالب خانم برادر ایشان بود. 4 فاطمه در خانه ایشان موجود بود. این را میگه من تقسیم کردم در مابین این 4 فاطمه که فاطمه بنت محمد بود و فاطمه بنت اسد بود و فاطمه بنت حمزه بود و فاطمه زوجة جعفر بود، بین از اینها تقسیم کردم. پس این حدیث دلالت به این میکنه که پوشیدن لباس حریر حرام است، اما هدیه کردن از او برای مرد حرام نیست، چون میشه که این را برای خانم خود بدهد، برای
خانم‌های خواهر خود یا خانم‌هایی که در خانه از او موجود است برای از او تقسیم کند، یا اینکه میتونه که بفروشد و از پول از او استفاده کند. و همچنین حدیث متفق علیه دیگری هست از امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه که ایشان فرمودند، از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که ایشان فرمودند ان عمر رأى حلة سیراء عند باب المسجد تباع. حضرت عمر دیدند که در نزد دروازه مسجد شخصی ابریشم خالصی را، لباس ابریشمی خالص را میفروشد. فقال یا رسول الله اذا لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود. حضرت عمر بن خطاب خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای رسول خدا، اگر تو این لباس را بخری و در استقبال وفدها یا در روزهای جمعه بپوشی کاری خوبی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما یلبسها من لا خلاق له فی الاخره. چنین کار را من نمیکنم، پوشیدن از این حرام و ناجایز است. این کار را کسی میکند که حسایی ندارد در روز آخرت. این کار را کسی میکند که از روز آخرت ناامید است، از پوشیدن لباس ابریشمی در روز آخرت ناامید است و را در دنیا میپوشد. اما کسی که امید دخول جنت را دارد، امید پوشیدن لباس ابریشمی در جنت را دارد، او در دنیا این کار را نمیکند. حضرت عبدالله بن عمر فرمودند که ثم جاء حلل فاعطى رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر منها حلة. بعد از او لباسهای ابریشمی از دیگر جا هدیه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا غنیمت بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. این یکی از لباسهای ابریشمی را برای حضرت عمر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد و برای از آنها داد. فقال اکسوتنیها وقد قلت فی الحلة عطارد ما قلت. حضرت عمر بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعجب کردند و فرمودند که آیا این لباس ابریشمی را رسول اکرم برای ما میدهی، در حالی که در مورد لباس عطاردی که در نزد مسجد او را میفروخت تو برای ما گفتی که پوشیدن این لباس محرم و ناجایز است و ای را کسی میپوشد که در روز آخرت حسایی ندارد یا امیدی ندارد از پوشیدن لباس های حریری جنتی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انی لم اکسکها لتلبسها. ما را برای تو تقدیم نکردم که را بپوشی، انما بعثت الیک لتبیعها او تکسوها. ما برای تو تقدیم کردم که را بفروشی، از پیسه از او استفاده کنی، یا این را به خانم‌های خود بدهی که آنها از او استفاده کنند، از او بپوشند. پس این حدیث دلالت به این میکند که پوشیدن یا استخدام لباس حریری برای مردها محرم و ناجایز است. اما اگر کسی برای اونها هدیه میدهد، هدیه دادن یا قبول هدیه کردن اشکالی ندارد. میتواند که او هدیه را قبول کند و او را برای خانم‌های خود تقسیم کند در بین خانم‌های خود، یا او را بفروشد و از پول از او استفاده کند. و اما پوشیدن لباس ابریشمی برای خانم‌ها همچنان که قبلا گفتیم این اشکال ندارد و در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواز ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استخدام یا پوشیدن لباس‌های حریری را، ابریشمی را برای خانم‌ها جواز دادند. از جمله حدیثی که امام احمد و امام نسائی و امام ترمذی را از ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند احل الذهب والحرير لإناث امتی و حرم على ذکورها. استخدام یا پوشیدن طلا و زیورات طلایی و همچنین لباسهای ابریشمی برای خانم‌های امت من، برای زنهای امت من حلال گردانیده شده، اما بر مردهای امت من حرام گردانیده شده. برای خانم‌ها حلال است این دو چیز، طلا، استخدام طلا، زیورات طلایی و همچنین پوشیدن لباسهای ابریشمی، اما برای مردها محرم و ناجایز است. و همچنین امام ابن ماجه و امام احمد رحمت الله علیهما روایت میکنند ان نبی صلی الله علیه و سلم اخذ حریرا فجعله فی یمینه و ذهبا فجعله فی شماله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک لباسی یا یک ابریشمی را در دست راست خود قرار دادند و یک طلایی را، زیوری طلایی را در دست چپ خود قرار دادند. بعد از او فرمودند که ان هذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثها. این دو چیز که یکی ابریشم است، دیگری زیور طلایی است، یکی لباس ابریشمی است، دیگر زیورات طلایی است. این دو چیز برای مردهای امت من حرام گردانیده شده، اما برای خانم‌های امت من حلال قرار داده شده. مردها نمیتوانند که از این دو چیز در دنیا استفاده کنند، بلکه مختص آنها در جنت در روز آخرت است، اما خانم‌ها میتونند که از این دو نعمت در دنیا هم استفاده کنند. و همچنین از لباس‌هایی که در حدیث شریف از او منع شده، دو نوع لباس است که یکی به نام قصی و دیگر به نام معصفر
قسی نسبتش به شهری است به نام قس که بعضی میگن در بلاد شام بوده و بعضی میگن در بلاد مصر بوده و از اینجا یک نوع لباسی می آمده به بلاد حجاز که این لباس نیمش ابریشمی خالص بوده و نیمش پشم بوده و این نوع لباس ها را قسی گفته میشد چون از این شهر قس می آمده و چون نیمی کاملش ابریشمی می بوده لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این نوع لباس در حدیث منع کردن و همچنین معصفر لباسی را گفته می شود که توسط گیاه زردی رنگ داده می شده. لباس های عادی که با رنگ های سفید یا مختلفی می بوده در اون زمان رواج بوده که گیاهی بوده به نام معصفر توسط این گیاه این لباس ها رنگ داده می شود و از خود برای خود رنگ زردی غلیظی را می گرفته و در او وقت این رنگ را غیر مسلمان ها استخدام میکردن لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از استخدام این نوع لباس هم در حدیث منع کردن. حدیثی که امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی را از حضرت علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند ان النبي صلی الله علیه و سلم نهى عن لبس القسی والمعصفر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این دو نوع لباس منع کردن. یک لباس قسی گفتیم لباسی که نیمش ابریشم باشد و نیمش پشم بوده باشد و همچنین از لباس معصفر لباسی که توسط گیاه زردی و رنگ داده شود و به خود رنگ زردی غلیظی را بگیرد. از این دو نوع لباس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند رأى علی النبی صلی الله علیه و سلم ثوبین معصفرین. حضرت عبدالله بن عمر فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک باری من را دیدم که دو لباسی معصفری را پوشیدم، دو لباسی که زرد بوده توسط گیاه زرد رنگ داده شده و به خود رنگ زرد را گرفته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را انکار کردند. از این کار نارضایتی خود را نشان دادن و گفتن که امک امرت که بهذا، آیا مادرت را امر کرده این کار را بکنی؟ این چیزی است که خانم ها میپوشند و در روایت میگه که این چیزی است که غیر مسلمان ها میپوشند. این رنگ مناسب حال شما مردها نیست، تو چرا این کار را کردی؟ پس بعد از اون در روایت دیگر میگه که حضرت عبدالله ابن عمر فرمودند که اغسلها یا رسول الله، آیا من این را بشویم دوباره لباس را بر حالت اصلی خود بگردانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای از زیادتر تشدید کردن، گفتن که بل احرقها، بلکه را بخی بسوزان، این نوع لباس پوشیدنش اصلا جواز ندارد. و همچنین در روایت دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. برای حضرت عبدالله ابن عمر فرمودند که این نوع لباس های کفار است، این را نپوش. این لباسی که با ماده زرد رنگی یا با گیاه زرد رنگی رنگ داده می شود و به خود رنگ زرد غلیظی را می گیرد. در آن زمان کفار این رنگ را می پوشیدند و همچنان که زنها از این رنگ استفاده می کردند. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پوشیدن این نوع رنگ مسلمان ها را در اون وقت منع کردند. و از جمله آداب پوشیدن لباس این است که وقتی که انسان مسلمان لباس را می پوشد باید آستین از او زیاد دراز نبوده باشد. و در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آستینشان از بند دست این طرف نمی بود و دراز بودن آستین تا به نوک پنجه های هم دلالت میکند به تکبر و غرور و به اسراف. لذا از این هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله منع کردن. امام ابو داود رحمت الله علیه از حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند کان کم النبی صلی الله علیه و سلم الی الرزق، همیشه آستین رسول اکرم صلی الله علیه و تا بند دستشان می بود، از بند دست پایان نمی بود. و همچنین از جمله آداب لباس این است که باید لباس از بجلک ها، از قوزک های پایان نبوده باشد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پوشیدن پیراهن یا ازاری که از قوزک های پایان شود از این کار منع کردن و فرمودند که ما اسفل من الکعبین ففی النار، آن لباسی که از قوزک های پایان می شود اون سببی از این می شود که آتش جهنم بر آن پایه ها وصلت کند. و همچنین در حدیث متفق علیه فرمودند که من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامه، کسی که لباس خود را از روی تکبر و از روی خیالا کش میکند، اینقدر لباسی دراز میپوشد که بر روی زمین کش کرده آن را راه میرود، لباس خود را کش کرده راه میرود. در روز قیامت الله متعال طرف این شخص نگاه رحمت نمی کند و این شخص را مورد رحمت خود قرار نمی دهد.
و همچنین از جمله لباس های شهرت این آداب لباس این است که انسان لباسی باشد که لباس شهرت نبوده باشد و همچنین که قبلا ذکر کردیم لباس شهرت امور را گفته می شود که یا لباسی بوده باشد که خیلی مرتفع و بالا بوده باشد با قیمت خیلی بلند و نوعیتی بوده باشد که در بین مردم مألوف معروف نبوده باشد، وقتی که مردم را ببینند خیلی تعجب کنند، یا اینکه لباسی بوده باشد که خیلی متواضع و یعنی چرک و کثیف و ناپاک بوده باشد، این که مردم وقتی که طرفی از او ببینند در تعجب کنند که این آدم همقدر نداره، همقدر کرده نمیتونه که لباس خود را بشوید و لباس پاک و با مظهر خوب در نزد مردم بیاید. از این نوع لباس که لباس شهرت گفته می شود رسول اکرم صلی الله علیه و هم منع کردن و از جمله آداب پوشیدن لباس این است که لباس شهرت نبوده باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند من لبس ثوب شهرت البسه الله ثوب مذلت یوم القیامه، کسی که در دنیا لباس شهرت می پوشد در روز آخرت الله متعال او را لباس مذلت و لباس رسوایی را بر تن از او میکند و الله متعال برای ما و شما توفیق عمل نصیب کند که در خوردن خود، در نوشیدن خود، در پوشیدن خود و در تمام امور زندگی خود از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اقتدا نموده مطابق گفتارها و کردارهای ایشان عمل کنیم تا که شامل رحمت الهی گردیم. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و در قسمت های آینده ان شاء الله تعالی با باب جدیدی از ابواب احکام فقهی حدیثی خدمت شما خواهم بود. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.